روز 17 آگوست سال 2022 در موافقه با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در روبری وزارت کارهای داخلی یک سلسله تغییرات کادری صورت گرفت. مرکز مطبوعات وزارت گفت به مقام‌های راهبری کارمندان صاحب تجربه، کاردان و بالایوقت تعیین گردیدند. در عموم در وزارت کارهای داخلی 13 تغییرات کادری صورت گرفت. اکبر نظامزاده و عبدالرحمن مبارک قدمزاده معاونان وزیر، سوراب قربانزاده سردار ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی، تیمور شریفزاده سردار سرمرکز اطلاعاتی و تحلیلی وزارت کارهای داخلی تعیین شده. همچنین رهبران شعبه های ملیت نویه واسه، سنگوار، مرغاب و شعبه وزارت کارهای داخلی فرودگاه دوشنبه عوض شدند. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات پرزیدنت امامعلی رحمان در ملاقات با کادرهای نفت تعیین شده، در ساختارهای وزارت کارهای داخلی از افزای منطقه و جهان، تامین ولایت قانون، مبارزه بر ضد هر گونه قانون شکنی ها، پیشگیری قاچاق مواد مخدر، سلاح و دیگر جنایت‌های فراملی یادآور شده تاکید کرده است که کادرهای جوان و بالایوقت وابسته به تهدید و خطر، جنایت‌های زمان معاصر و مبارزه با همه گونه ظهورات تروریستی و اکستریمیستی باید پیوسته آموزند و با استفاده از تکنولوژی معاصر سطح دانش‌های تخصصی خود را باز هم بلند بردارند.